امروز بعضی مادری ما نماز یک طرف بیستن، از سحر تا بگه در کوچه به کوچه رایان میگذرن. از مردا در کوچه ها زنا بسیار هستند. بزرگا گفتیان که بزرگای تاجیکامون گر هست تو را هوای مردی بر سر، بیرون مگذار ایالی خود از خانه بدر. شاخه که از سر دیوار برون آرد و سر، از میوه او طمع کند هر ره گذر. عایشه مادرمون از مرده ها شرمی داشت، وقتی درون قبری پیغمبر گرامی اسلام هجرش که داخل بشه زیارت، در سرش حجاب میکرد. حضرت پیغمبر خدا خواب بود، حضرت عمر خواب بود، حضرت ابوبکر خواب بود، حجاب کرده می درآمد. شاگرداش میگفتن که مادر جان چرا تو پیشتر حجاب نمی کردی، امروز حجاب کردیم؟ میگفت که من از عمر شرم دارم، پیشتر پیغمبر خدا شوهرم بود، نکام بریده نمی شود. و حضرت ابوبکر پدر جانم بود، لکن عمر برای من خیش تبار نیست، از عمر شرم دارم. شاگرداش میگفتن که آخر این در تگ خاک است، میگفت که از روح شرم دارم. امروز مادری تاجیک از زنده ها شرم نمی دارد.